Jahedin Brothers Media. JBM. امروز برادران عزیز، خواهران عزیز، جوانها، من اصرار دارم این نکته رو توجه کنید. امروز آمریکا با بزک و آرایش خودش رو سر پا نشان میده. واقع قضیه این نیست. ظاهر رو آرایش میدن، شکوه و جلال میدن به ظاهر قضیه، برای اینکه هم دیگران رو فریب بدن، هم بعضی ها رو در دنیا بترسانند. ظاهر قضیه آرایش، شکوه و جلاله. همچنانی که شکوه و جلال کشتی معروف تایتانیک مانع از غرق شدن اون نشد، آمریکا هم شکوه و جلالش مانع از غرق شدنش نیست و آمریکا غرق خواهد شد.